الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. خدمت تمام بینندگان عزیز و گرامی عرض سلام و ادب دارم. در خدمت شما هستیم با مجموعه برنامه دفاع از سنت. ما در بخش گذشته به معرفی کتاب امام دارمی، به معرفی خود امام دارمی و کتابش سنن دارمی پرداختیم. اما احساس کردم که باید مقدار بیشتری در مورد آن بحث کنم و چنین قولی به شما دادم و اکنون به آن میپردازیم. ما گفتیم که امام دارمی، این کتاب امام دارمی یعنی یکی از جلوترین، یعنی از بقیه کتب حدیث، از کتب ششگانه تقریبا میتونیم بگیم جلوتر است، مگر از بخاری که متولد 181 هجری است و متوفای 255 هجری است. یعنی در اینجا 19 سال تا 200 و 55 دیگر هم در اینجا 50 دیگر داریم، 55 سال دیگر که ما مثلا بگوییم اون 20 و این هم 50، این میشه 70 سال، 74 سال. یعنی 74 سال سن پرخیر و برکت امام دارمی بوده که می توانیم بگوییم تمام محدثین، یعنی این بجز امام ابن ماجه بقیه از او حدیث روایت کرده اند. هرچند امام بخاری در صحیحش از او حدیثی ندارد، اما امام ترمذی از امام بخاری حدیث روایت می کند که امام بخاری از امام دارمی روایت می کند. در نتیجه امام دارمی متقدم تر است از بقیه ائمه، یعنی طبقه امام دارمی بالاتر است از طبقه کتب ششگانه، میگن بجز امام بخاری که هم عصر امام بخاری بوده، معاصر امام بخاری بوده. البته 13 سال قبل از امام بخاری متولد شده و 1 سال جلوتر از امام بخاری وفات یافته. یعنی اگر امام دارمی 255 وفات یافته، امام بخاری 256 وفات یافته و امام بخاری هم سنش کمتر بوده از امام دارمی. یعنی باید بگوییم 12 سال از امام دارمی سنش کمتر بوده امام بخاری. حالا این نکته ای که و گفتیم که سنن امام دارمی مثل دیگر کتاب های حدیث مثل سنن ابو داود و ترمذی و نسائی و ابن ماجه بر اساس ابواب بندی شده که تقریبا در این زمینه مطالبی را بیان کردیم و به گونه ای که امام دارمی به ابواب بندی آن بسیار اهمیت داده و با عنایت بسیار قشنگ و زیبایی به ابواب بندی این کتاب داده و تمام موضوعی که مثلا انتخاب می کند مثل صحیح بخاری مشکل نیست که گاهی علما هم نمیدانند که مناسبت این مثلا عنوان برای مثلا یعنی اون حدیثی که زیر آن آمده گاهی نمیتونن مناسبتش پیدا کنن. اینقدر دقیق است و عالمانه هست. اما امام دارمی
خیلی واضح میتونی درک کنید که مناسبت عنوانی که انتخاب نموده و احادیثی که زیر آن قرار میگیرد. و ما گفتیم امام دارمی کتابش را این گونه ابواب بندی کرده. اول در ابتدا مسائلی در مورد قبل از بعثت پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان می کند و آن جهل و گمراهی که مردم بر آن بودند. سپس به دنبال آن صفات پیامبر را بیان می کند صلی الله علیه و سلم، صفاتش و بعثتش و شمائل و مناقب و فضائل رسول الله صلی الله علیه و سلم. سپس در مورد پیروی نمودن از سنت او و از هدی و هدایتی که او آورده و پرهیز نمودن از بدعت در دین و پرهیز نمودن از این که انسان با عقل و رأی خودش در مسائل دینی سخن بگوید و سخن گفتن نادرست در مورد دین. و بعداً بیان می کند ضرورت پرهیز از فتوا دادن بدون علم، این خیلی مهمه، و در مورد جایگاه اخلاص سخن می گوید. انگار با این کارهایش زمینه را فراهم کرده برای وارد شدن به ابواب عبادات بعد از اینکه نیت خود را خالص می کند و مطالبی را در مورد اخلاص بیان می کند تا خود را آماده کند برای ورود به عبادات. سپس ابواب عبادات را آغاز می کند با ترتیبی که یعنی یک ترتیب بندی بسیار قشنگی و کتابهایش کاملا شامل تمام ابواب عبادت و جامعه هست. و بعدا ابوابی را به صورت زنجیروار به دنبال آن می آورد که متناسب هست با نیاز مکلف، یعنی شخصی که مکلف هست، یعنی با ترتیب آن ابواب را به دنبال هم می آورد. یعنی ابواب که وقت به گونه‌ای ترتیب بندی نموده که مثلا مرتب هستند، مثلا مثل این که بگویید مثلا اول در مورد طهارت، بعداً مثلا که وضو، مثلا تیمم و مثلا مسائل حیض و اینها که اینا احکامی هستند، و بعد از آن وارد مثلا احکام نماز می شود، مثلا اوقات نماز و بعداً چگونگی نماز و وارد شدن به آن، یعنی به صورت مرتب. و یکی دیگر از اون مطالب که میگه یعنی عنوانهایی که این امام بخاری انتخاب می نماید، همچنان که قبلا گفتم، میگه خیلی واضح و روشن است بر مقصود و گاهی اصلا لفظ یک حدیث را به عنوان انتخاب می کند. مثلا میگوید باب الولد للفراشی، یعنی مثلا میگه اگر زنی فرزندی را به دنیا آورد، اصل بر این است، به شرط این که همسری داشته باشد، اصل بر این است که این فرزند مال همون شوهر است که این زن نزد اوست. بعدا احادیثی که مربوط به آن هست می آورد، یا مثلا میگه باب على ای شقیه، یعنی گاهی عنوان را به گونه‌ای میگذارد مثل یک سوال که شما جواب سوال را در احادیثی که می آورد بیابید. مثلا میگه باب على ای شقیه ینصرف من الصلاة، یعنی اگر انسان وقتی که نماز میخواند، یعنی امام است، پیش نماز هست، وقتی که نماز را تمام میکند، آیا از سمت راست بلند شود و خارج شود یا به سمت چپ، کدوم یکی از اینها؟ یعنی این سوالی است که انجام به صورت سوال میپرسد، بعداً در احادیث متوجه میشوید. مثلا هم پیامبر صلی الله علیه و سلم گاهی به سمت راست رفته، گاهی سمت چپ، یعنی دوتایش، و رسول الله فرموده صلی الله علیه و سلم هر دوتا را بهره‌مند کنید از خارج شدنتون، یک طرفش را نگه ندارید برای شیطان. یعنی همیشه اینجوری نباشد بگوید من از سمت راست خارج میشم،
گاهی اصلا به سمت راست، گاهی به سمت چپ. و میگه گاهی میآید مثلا عنوانی را انتخاب میکند بمضمون الحديث جملة، يعني مفهوم حديث را به صورت يعني به صورت مجمل بیان میکند بدون اینکه حکم را بیان کند که حکمش چی هست. مثلا میگوید يعني به صورت استنباط آن را بیرون بیاورید. مثلا میگه باب کراهیت الصلاة للناعس، این بابی است برای مکروه بودن نماز برای کسی که خواب آلود است. هنگامی که خواب بر او غلبه می کند نماز نخوند، مکروه است. یعنی میگه گاهی مطالبی را که به دنبال آن می آورد شما با استنباط این مطلب را درک می کنید، به صورت واضح و صریح درک نمی کنید. به صورت کلی ابواب بندی که یا عناوینی که انتخاب می کند خیلی واضح و آسان هستند و این هم دلالت می کند بر معرفت و دقت امام دارمی و این هم یک امر عجیبی نیست، چون این یک حافظ بزرگوار و یک فقیه سرآمدی است. امام دارمی احادیث معلق در این کتاب کم دارد. یعنی اولا امام دارمی توجه زیادی یعنی اهمیت زیادی به چی نداده، به اینکه طریق احادیث زیادی را بیاورد و طرق مختلف و اسانید زیاد. از این لحاظ وقتی که به کتاب نگاه میکنید بیشتر به یک مختصر شباهت دارد در حدیث، در سنن. مثلا در هر باب یک حدیث یا دو حدیث و 3 حدیث را ذکر می کند و بسنده می کند. یک کم اتفاق می افتد که مثلا از آن تجاوز کند. و چون حافظ بسیار توانا و قوی بوده این برایش فراهم نموده که می تواند حدیثی که مناسب باشد انتخاب کند در عین اینکه با سند عالی و با تعداد حلقه سند یعنی حلقات سند کمتری احادیث را انتخاب می کند. به همین دلیل دیگه نیازی نبوده زیاد احادیث معلق را استفاده کند، الا عدد بسیار کمی که کمتر از 10 مورد در آن وجود دارد، کمتر از 10 مورد. پس در نتیجه مشخص است که امام دارمی احادیث معلق در آن کم هست، همچنان که در بخاری فراوان است و در مسلم هم هست. بعداً احادیث را کمتر تکرار می کند، یعنی مثل باز هم مثل امام بخاری یا امام مسلم یا امام نسائی نیست که حدیثی را در چند بار بیاورد و آن را تکرار کند، چون اون تصمیمش بنا این نبوده که مثلا تمام احادیث را بیاورد. به همین خاطر کتابش از این لحاظ مختصر است و گاهی احادیث را تکرار نموده باشد ولی نزیاد. اما یعنی گاهی اتفاق افتاده حدیثی را تکرار نموده، مثلا در یک باب و در باب دیگر آن را آورده، حالا یا با سند دیگر یا با اون متن در اون جای دیگر مقداری اضافه دارد، یعنی با لفظ دیگر و با سند دیگر حدیث را آورده. این هم به هر صورت وجود دارد. و یکی دیگر از این کارهایی که امام دارمی مثل بقیه انجام نداده، مثلا حدیث را بریده مثلا
مثلا امام بخاری یکی از روشش این بود که گاهی حدیثی یک حدیث طولانی هست، اون یک قسمتش که مربوط به اون عنوان هست که میخواهد بیاورد، مثل این که میگوید محل استشهاد حدیث را میآورد و بقیه حدیث را مثلا نمیآورد. با آن گفته می شود تقطیع الحدیث، یعنی حدیث را قطع کند، اون قسمتی که میخواهد بیاورد و بقیهش که مثلا مربوط به چیز دیگری است با آن نمی آورد، در جای دیگری مثلا آن را بیاورد. اما میگه در دارمی چنین چیزی ما مشاهده نمی کنیم و سببش این است که اون سبب به خاطر این است که حدیث مکرر در آن کم هست در سنن امام دارمی. میگه بیشترین حالتی که انسان به آن برمیگردد در قطع کردن احادیث در بابها این تکلف فقیه هست، یعنی انسان میخواهد بگوید از این حدیث احکام زیادی میشه استنباط کنید و به همین خاطر میگه از این قسمتش این حکم استنباط میشود، از این قسمت دیگرش یک حکم دیگری استنباط میشود. مثلا ما دیدیم که امام بخاری حدیثی را در 30 باب، یعنی 30 بار حدیثی را آورده. دیگه مشخصه گاهی با الفاظ آن مختلف است، الفاظ آن کوتاه‌تر است، در یک جا کوتاه آورده، در یک جا به صورت طولانی آورده، در یک جا با یک سندی دیگر، در جای دیگر با سندی دیگر. به هر صورت اینها را که مثلا آورده و احکام زیادی، یعنی وقتی که در 30 بار این حدیث را آورده یعنی 30 احکام فقهی را از آن برداشت کرده. حدیثی را مثلا 10 باب در 10 مرتبه حدیثی را آورده، 10 تا احکام را از اون حدیث مثلا استنباط نموده. مثلا حدیث انما الاعمال بالنیات را 7 بار امام بخاری که آورده، هر بار برای حکمی از آن را استنباط می کند که در جای قبل اون وجود ندارد. پس میگوید امام دارمی این روش را در پیش نگرفته در این کتاب، به همین خاطر بی نیاز بوده از این کار. میگه اما گاهی پیش می آید که در کتابش حدیثی را با یک سیاق مختصری آورده از طریق بعضی از راویان، یعنی یک حدیثی که در اصل یک حدیث به صورت طولانی روایت شده و به صورت مختصر روایت شده، گاهی آمده اون حدیث را مختصرش رو آورده. در نتیجه این ما نمیگوییم حدیث را بریده، چون اون طریقی که اون گرفته به صورت مختصر روایت شده. مثلا میگه مثل حدیث ابو حازم از سهل بن سعد که آمده میفرماید اذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال ولتصفق النساء. این حدیث یک حدیث بسیار تقریبا طولانی است که امام مسلم این را آورده، اما این حتی در بخاری و مسلم آمده به صورت طولانی، اما امام دارمی از یک طریق مختصر این حدیث را روایت کرده. میگه اگر چیزی برای شما پیش آمد در نماز، مردان سبحان الله را میگویند و زنان تصفیق میکنن، یعنی بستم دست مثلا خودشون با کف دست به پشت دستشون میزنن که امام را متوجه کنن که چیزی پیش اومده، یا امام یا کسی دیگری. پس این حدیث را آورده باب التسبیح للرجال و التصفیق للنساء. مثلا این حدیث را مختصری آورده و این زیر این عنوان: تسبیح برای مردان و تصفیق برای زنان. تصفیق یعنی زدن به پشت دست. پس این کارو کرده. یکی دیگر از مسائلی که آیا امام این کتاب امام دارمی آیا مورد نقد و بررسی قرار گرفته مثل دیگر کتاب ها، مثلا امام بخاری
علمای زیادی مثلا آمدن مثل امام دارقطنی آن را نقد کرده مثلا یا بر آن شرح نوشتن و مطالب بسیار زیادی. یعنی شما شروح صحیح بخاری که نگاه میکنی از صدتا هم میگذارد، اینقدر روی آن شرح نموده اند، کار کرده اند، نقد کرده اند، بالاخره کارهای زیادی روی صحیح بخاری انجام گرفته و همچنین بعد از آن، یعنی اون کاری که روی صحیح بخاری انجام گرفته روی هیچ کتاب دیگری حدیثی انجام نگرفته، هیچ کتاب دیگری. و سنن امام دارمی اینقدر مورد بحث و بررسی قرار نگرفته. مثلا الان کتب سته، رجال کتب سته به صورت جداگانه بیان شده، مثلا جمع‌آوری کردن در کتاب رجال مثلا، ولی این کاری که برای اون کتاب ها انجام گرفته برای امام دارمی انجام نگرفته و سببش هم این بوده که گفتم به هر صورت این کتاب چون احادیثی که در آن هست بیشتر این احادیث در کتاب بخاری و مسلم و اینها وجود دارد و رجالشون هم هست و دیگه نیازی نبوده به صورت ویژه به آن بپردازند. در حالی که من نگاه کردم در سنن دارمی 1500 حدیث هست که در کتب سته وجود ندارد. 1500 حدیث کمی نیست، یعنی تعداد بسیار قابل ملاحظه است در واقع که در سنن دارمی وجود دارد، اما در غیر در کتب سته وجود ندارد. حالا مثلا این جلد دوم سنن دارمی است، حالا ببینیم میشه 3503 حدیث. از این 3503 تا یعنی حدود 1500ش در بخاری و مسلم و بقیه کتاب ها وجود ندارد. پس احادیث زیادی در این هست که در دیگر کتاب ها وجود ندارد. به همین خاطر کسی مثلا فکر کند مثلا در کتب سته، این کتب ششگانه، تمام احادیث جمع بیان نشده. همین که گفتم 1500 تا حدیث در این هست، در اونجا نیست، در اون کتاب ها وجود ندارد. و به اضافه مثلا مسند امام احمد هم احادیث زیادی در آن وجود دارد که در بخاری و مسلم و کتب سته وجود ندارد. بله، بعداً الان جایگاه این کتاب چگونه هست؟ در نتیجه این در مورد انتقاد، یعنی کسی تقریباً نیومده از کتاب امام دارمی را مورد نقد و بررسی قرار نداده. جایگاه این کتاب متاسفانه یعنی اون شهرتی که دیگر کتب حدیث دارند سنن دارمی ندارد و این کتاب حتی نزد عامه مردم معروف نیست، جز نزد اهل تخصص و اهل حدیث از علما محدثین این کتاب معروف است و مشهور است. دیگه عامه مردم اسمش اصلا نشنیدند و این هم برمیگردد به این که همچنان که گفتن گویا چون احادیث زیادی، بیشتر احادیث این کتاب در بقیه کتب وجود دارد، اما من گفتم تعداد بسیار زیادی هم احادیث هست که در اونها وجود ندارد. یکی دیگر این هست که اما با وجود این جایگاه این کتاب نزد علمای حدیث بسیار با ارزش و والاست. به نظرم در اینجا یک میان برنامه نگاه میکنیم و باز هم در خدمت شما خواهیم بود. برگ زبانم نام محمد، آرام جانم نام محمد، آرام جانم نام محمد، ورد زبانم نام محمد،
ورد زبانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. سوزد درونم از شوق رویش، فیض کلامم نام محمد، فیض کلامم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. آرام جانم نام محمد، ورد زبانم نام محمد، ورد زبانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. تا هست جانم در دار فانی، هر لحظه خوانم نام محمد، هر لحظه خوانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. آرام جانم نام محمد، ورد زبانم نام محمد، ورد زبانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. در روز محشر از آتش آلود باشد امانم نام محمد، باشد امانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. آرام جانم نام محمد، ورد زبانم نام محمد، ورد زبانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. بگذشته من عیش جهان را، عیش جهانم نام محمد، عیش جهانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. آرام جانم نام محمد، ورد زبانم نام محمد، ورد زبانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. آرام جانم نام محمد، ورد زبانم نام محمد، ورد زبانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. با عرض سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. ما گفتیم در مورد سنن دارمی سخن می گفتیم و گفتیم جایگاه این کتاب هرچند نزد عامه مردم یعنی شناخته شده نیست، اما نزد علما
جایگاه ویژه خودی دارد و جایگاه ویژه‌ای دارد، در واقع بلندی دارد، به دلیل اینکه امام دارمی یک امامی بود، همچنان که در زندگی نامهش بیان کردیم، از لحاظ حفظ و معرفت و شناخت و جلو بودن، حتی گفتیم از امام مسلم و بقیه کتاب‌های سنت طبقه اش بالاتر است، چون اسانیدی دارد، سندهای بلندی که با حلقات کمتری به رسول الله میرسد صلی الله علیه و سلم، و زیاده در احادیث و میفرماید و قلت وجود الزیادة فی الحدیث المرفوع، و این که ما میگویم احادیث مرفوع در آن کمتر هست در نسبت به بقیه کتاب ها، یعنی تعداد احادیثی که به رسول الله رسیده صلی الله علیه وسلم تعدادش کمتر است از دیگر کتاب های حدیث، تعدادش کمتره. ما گفتیم الان حدوداً 3500 و چیزیه. این 3500 و چیزی همش که حدیث مرفوع نیست، هرچند بیشترش حدیث است، اما مطالب بسیار زیادی هم از علما، از صحابه، از تابعین نقل نموده. به همین خاطر هرچند این تعداد احادیثی که به رسول الله صلی الله علیه وسلم رسیده به اندازه اون کتب ششگانه نیست، اما با وجود این از جایگاه آن کم نمی کند. چون این اولا در واقع این کتاب اسانید مثل اینکه مخصوص و ویژه‌ای دارد، مستقلی دارد، سندهای مستقلی دارد و بالایی دارد، و با گفتیم به تعداد حلقات سند کمتری به رسول الله می رسد، و هرچی سند حدیث کمتر باشد ارزش اون سند بالاتر است، و هرچی تعداد حلقات سند بیشتر باشد در واقع اون سند به آن گفته می شود سند نازل، و هرچی کمتر باشد گفته می شود سند عالی. پس سند مسند دارمی اسانیدش عالی هستند، نازل نیستند، چون اون نزدیکتر بوده و علمای بیشتری در جلو، یعنی قبل از کتب سته دیده و از آنها استفاده کرده. و اصلا خود امام دارمی یکی از شیوخ مثلا کتب سته هست، و امام مسلم بیشتر از 70 حدیث را از امام دارمی روایت می کند. و اصلا در اصل باید بگوییم اون چیزی که امام مسلم و کتب سنن دیگر سنن آورده اند انگار مستخرجش از این، یعنی انگار بیایم این احادیثی که او روایت کرده بیایند طرق دیگری برای آن پیدا کنند، و این جانب است که قوت و ارزش این کتاب را مشخص می کند. و این بوده که کاری کرده که امام علایی تمایل داشته که بجای سنن ابن ماجه سنن دارمی، این نظرش این است که در میان اون کتب ششگانه باید جایگاه کتاب امام دارمی بالاتر از سنن ابن ماجه. اما سند سنن امام دارمی، نسبت این کتاب که مسند هست یا سنن به امام دارمی، هیچ کسی از اهل حدیث در آن شک و گمانی ندارد که این کتاب سندش به امام دارمی رسیده. اما روایتی که سبب شده، یعنی
این کتاب منتشر شود و در میان مسلمانان شیوع پیدا کند از طریق ابو عمران عیسی بن عمر بن عباس سمرقندی بوده. به همین خاطر امام ذهبی میفرماید المحدث الصدوق، یعنی این شخص هم شخصی است محدث و صدوق، بسیار راستگو. صاحب ابی محمد الدارمی و راوی مسنده عنه، میگه شاگرد ابو محمد دارمی بوده و مسند امام دارمی را روایت نموده. شیخ مقبول لا نعلم شیئا من امره، میگه شیخی است مقبول، مورد اعتماد، محدث، صدوق، ولی دیگه مسائل زیادی در مورد او نمیدانیم. و میفرماید ولا اعلم متى توفی، نمیدانم کی وفات یافته، الا انه كان حیا في قرب سنة 20 و 300 بسمرقند. اما این که حتمی است که میدونیم در نزدیک سال 320 زنده بوده در سمرقند. سال 320 یعنی به این صورت که امام دارمی 255 وفات یافته، یعنی با توجه به این حدوداً 65 سال بعد از امام دارمی زنده بوده و این کتاب را روایت نموده و به مسلمانان رسانده. حالا من با توجه به این که اکنون ما در ایام محرم هستیم و در این ماه محرم یک ماه مبارکی است و رسول خدا صلی الله علیه و سلم بعد از رمضان، نه قبل از رمضان، بعد از رمضان، ماهی که در آن روزه زیاد گرفته ماه محرم بوده. قبل از رمضان شعبان بوده، اما بعد از رمضان ماه محرم بوده. هرچند این تفسیری که الان کردم من نظری خودم بر این هست، وگرنه بعضی از اهل علم مثل امام نووی میفرماید این مطلب منظور این است که به احتمال قوی این رسول خدا صلی الله علیه و سلم در اواخر عمرش دیگه به مسئله روزه گرفتن در ماه محرم پرداخته، وگرنه در ابتدا و تا آخر هم به مسئله روزه گرفتن در ماه شعبان از تمام ماه‌های سال بیشتر بوده. این دیگه شکی در آن نیست که رسول الله صلی الله علیه و سلم در هیچ ماهی به اندازه شعبان روزه نگرفته. اما این که من گفتم بعد از رمضان، چون حدیث اینجوری میفرماید، میگه بعد از رمضان، که گفتیم بعد از رمضان محرم بیشترین ماهی بوده که رسول الله در آن روزه گرفته، وگرنه قبل از رمضان ماه شعبان. حالا 2 روز که در این ماه وجود دارد، ماه یعنی روز تاسوعا و روز عاشورا، یعنی 9 و 10 عاشورا، محرم، تاسوعا و عاشورا، 9 و 10 ماه محرم. سنت بزرگی است که مسلمانان در آن روزه بگیرند و در این زمینه احادیثی وجود دارد. دوست دارم با آن اشاره کنم. اولا بیاییم اون احادیث را، این حدیث را بیان کنیم. حدیثی است که امام بخاری و امام مسلم و امام ترمذی و امام احمد این حدیث را روایت می کنند از ام المؤمنین عایشه، با سند خود از ام المؤمنین عایشه روایت می کنند، رضای خدا بر او باد. می فرماید قریش در زمان جاهلیت عاشورا روزه می گرفتند و این روزی بود برای آنها روز ویژه‌ای بود. چرا؟ چون در این روز پرده کعبه را می کشیدند
و رسول خدا هم صلی الله علیه وسلم در ابتدا با قریش این روز را روزه می گرفت. اما دیگه بعد از این که مبعوث شد به عنوان پیامبر، تمام دیگه اون چیزهایی که با اونا انجام میداد دیگه اونم ترک میکند. اما وقتی که هجرت نمود به مدینه، در مدینه هم روز عاشورا روزه گرفت و مسلمانان را به آن دستور داد. البته قبل از این که روزه رمضان فرض شود، چون رمضان در سال دوم هجری فرض شد، یعنی پس در سال اول روزه دستور داد به مسلمانان که روزه عاشورا روزه باشند و خودش هم روزه بود. اما میگه فلما فرض الله رمضان، هنگامی که پروردگار رمضان را فرض نمود، كان رمضان هو الفريضة وترك عاشورا، دیگه رمضان فرض شد و عاشورا دیگه ترک شد. یعنی چی؟ یعنی قبل از در سال اول هجری روزه عاشورا واجب بود، اما هنگامی که روزه رمضان فرض شد دیگه روزه عاشورا وجوبش ترک شد. بعداً فرمود رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد از این که رمضان فرض شد: من شاء ان یصومه فلیصم و من شاء ان یترکه فلیترک. فرمود هر کس میخواهد عاشورا روزه باشد و کسی هم نمیخواهد روزه نباشد. حالا با این وضعیت مشخص می شود که روزه عاشورا و تاسوعا و عاشورا هیچ ارتباطی به امام حسین ندارد و امام حسین هم خودش روزه تاسوعا و عاشورا روزه گرفته. حالا مگر اون روزی که مثلا این اتفاق بسیار ناگوار برایش پیش اومد، ممکنه اون روز دیگه تو معرکه بوده و تو میدان جنگ بوده، مشخصه که روزه نبوده باشد، وگرنه در بقیه ایام به عنوان یک سنت روزه گرفته. و در حدیث دیگری باز نکته قشنگی وجود دارد که معاذ بن جبل روایت می کند، می فرماید: احیل الصیام ثلاثة احوال. میگه روزه برای روزه سه حالت مختلف وجود داشت. رسول خدا صلی الله علیه وسلم در ابتدا میگه 3 روز از هر ماه روزه میگرفت و بعدا مرحله به روزه عاشورا پیش اومد که عاشورا روزه میگرفت و هنگامی که و در لفظ دیگر میفرماید رسول الله صلی الله علیه وسلم وارد مدینه شد و به مسلمانان دستور داد که 3 روز در ماه روزه باشند و همچنان روزه عاشورا روزه باشند. ثم انزل رمضان، سپس روزه رمضان فرض شد در سال دوم. پس این مراحل مختلف داشته. و در حدیث دیگری، اون حدیث هم امام احمد و امام ابو داود روایت کرده بودند، در حدیث دیگری که جابر بن سموله رضای خدا بر او باد روایت می کند که رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید: یأمرنا بالصیام یوم عاشورا و یحثنا علیه. رسول الله صلی الله علیه وسلم به ما دستور میداد که روز عاشورا روزه باشیم و ما را با آن تشویق منمود و یتعاهدنا عنده، و بر ما بسیار محافظت میکرد که اینو ترک نکنیم. فلما فرض رمضان لم یأمرنا ولم یمهنا. هنگامی که رمضان فرض شد دیگه به ما دستور نداد و ما را منع نکرد. ولم یتعاهدنا عنده، دیگه در اینجا مثل گذشته بر ما اصراری نداشت که ما این روزه را روزه بریم. اما یک حدیث دیگری که باز اینو مشخص می کند، می خواهم سبب دیگر گرفتن روزه عاشورا چی بود. یک حدیث دیگری که باز امام
بخاری و مسلم این حدیث را روایت می کنند به اضافه امام ابو داود با سند خود از امام ابن عباس رضای خدا بر خودش و پدرش باد روایت می کنند که می فرماید رسول خدا صلی الله علیه وسلم وارد مدینه شد فرأى اليهود تصوم یوم عاشوراء دید یهود روز عاشورا روزه می گیرند. ما گفتیم در جاهلیت هم مردم عرب برایش احترام قائل بودند. رسول الله فرمود صلی الله علیه وسلم ما هذا اليوم الذي تصومونه این روز چه روزی است که شما در آن روزه می روید؟ فقالوا هذا يوم عظیم انجى الله فيه موسی و قومه فرمود این روز بزرگی است که پروردگار موسی و قومش را از آن نجات داده و غرق فرعون و قومه و فرعون و قومش را غرق نموده فصامه موسی شکرا گفت موسی به عنوان سپاسگزاری برای خدا در آن روزه می گرفت فصامه موسی شکرا لله به عنوان سپاسگزاری برای خدا در آن روزه می گرفت فنحن نصومه و ما هم برای آن روزه می رویم یعنی یهود فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم فنحن احق و اولی بموسی منکم فرمود پس ما شایسته‌تر و نزدیکتر به موسی هستیم از شما چون ما پیرو موسی هستیم به موسی ایمان داریم و ما نزدیکتر هستیم به موسی از شما که از موسی پیروی نمی کنید فصامه رسول الله صلی الله علیه وسلم و امر بصیامه پس رسول خدا آن روز را روزه گرفت و دستور داد مسلمانان هم روزه بگیرند. پس در اینجا مشخص می شود یعنی دلایل مختلفی وجود داشته که دلیل واضحش این یکیست و همین بود که روز همون سال اول اینو فرمود. حدیث دیگری که امام بخاری و مسلم و باز امام احمد روایت می کنند با سند خود از ربیع دختر معوذ رضای خدا بر او باد می فرماید رسول الله صلی الله علیه وسلم پیک های خودش را فرستاد غدات عاشورا الى قرى الانصار صبح روز عاشورا پیک های را فرستاد افرادی را فرستاد به روستاهای انصار در اطراف مدینه حول المدینه فرمود ان من كان اکل فلیصم بقیه یومه فرمود اگر کسی اکنون چیزی خورده صبحانه خوردید دیگه از این به بعد دیگه نخورید یعنی همین روز دیگه امساک کنید از خوردن و من لم یکن اکل فلیصم اگر کسی نخورده از الان روزه باشد فإن اليوم يوم عاشوراء امروز روز عاشوراء هست قالت فكنا بعد ذلك نصومه ربیع دختر معوذ می فرماید دیگه ما بعد از آن عاشورا روزه می گرفتیم و این دلیل بر این است که اگر کسی بخواهد روزه بگیرد یعنی حتی در ابتدا چون دیگه قبل از اون انگار رسول الله صلی الله علیه وسلم اکنون برایش واضح شده که باید این روز روزه باشد دستور داده به مسلمانان امروز عاشورا است کسی که چیزی خورده دیگه نخورد اگر کسی هم نخورده از این به بعد روزه باشد یعنی این میخواهد کسی که بخواد روزه بگیرد میتواند یعنی اگر شب نیت نداشته باشد از صبح میتواند نیت کند البته این برای کسی که متوجه نبوده که الان مثلا رمضان مثلا وارد شده مثلا برای رمضان هم این میشه یعنی کسی که دیروز متوجه نبوده که مثلا فردا رمضان است صبح متوجه شده که رمضان است و چیزی نخورده الان میتونه اون روزه بگیرد با وجود اینکه شب نیت نداشته ما در حدیث داریم که اگر کسی میخواهد فردا روزه باشد باید شبش نیت کند برای روزه فرض اما برای روزه سنت مشکلی نیست تا قبل از ظهر میتونی اگر کسی چیزی نخورده میتواند روزه بگیرد اما در مورد این کسی که
نمیدونسته که دیروز متوجه نشده که امروز اول رمضان است، ولی امروز خبر به او رسیده که رمضان است و چیزی نخورده، میتواند از الان روزه رمضان را آغاز کند و این دلیل بسیار واضح و روشنی است. چون همچنان که ما گفتیم روزه عاشورا هم همون سال اول واجب بوده. بعدا میفرماید فکنا بعد ذلك نصومه، و ما دیگه بعد از آن روزه میگرفتیم. حالا یک حدیث دیگری وجود دارد، این هم امام مسلم این حدیث را روایت می کند و امام طبرانی و امام طحاوی و امام ابو داود. این حدیث باز از امام ابن عباس است. می فرماید هنگامی که امام ابن عباس رضای خدا بر خودش و پدرش باد، می فرماید هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم روز عاشورا روزه گرفت و به آن دستور داد، گفتن ای رسول خدا، این روزی است که یهود و نصارا آن را احترام می‌گذارند. رسول الله فرمود سال آینده ان شاء الله روز نهم را روزه میگیریم تا مثلا مخالفتی هم با آنها داشته باشیم. اونها روز عاشورا تنها روز عاشورا میگیرند، پس ما هم روز تاسوعا را میگیریم هم روز عاشورا، مخافت ان یفوتنی یوم عاشورا. در لفظی میفرماید تا مبادا که روز عاشورا را از دست بدهیم، انگار برای مطمئن شویم یک روز قبل از آن هم میگیریم. اما میفرماید فلم یأتی العام المقبل حتى توفی رسول الله صلی الله علیه وسلم. اما سال بعد رسول خدا وفات یافت. البته این پس این میرساند این لفظ یعنی تقریبا در اول سال هجری، یعنی اول هجری روزه گرفته رسول خدا صلی الله علیه وسلم تا 9 سال دیگه. سال دهم رسول الله وفات یافته، یا این سال دهم اینو فرموده دیگه، برای سال 11 نبوده. 13 سال در مکه بوده، سال هجری هم 10 سال بوده. یعنی این در سال دهم اینو فرموده اگه سال آینده من زنده بودم روز تاسوعا هم میگیرم، که دیگه روز تاسوعا برای سال بعدی رسول الله وفات یافته بود صلی الله علیه و سلم. به این مقدار اکتفا میکنیم و این دیگه این مسئله‌ای که مثلا سینه زنی و خود زنی و اینها از اعمال جاهلی هستند. پیامبر خدا فرموده صلی الله علیه و سلم لیس منا من ضرب من شق الجیوب و لطم الخدود. میفرماید کسی که به چهره خودش میزند یا سینه را پاره می کند از ما نیست، یا کسی که صدا برمی آورد، نوحه خوانی می کند. و رسول الله فرمود صلی الله علیه و سلم در حدیث دیگری اثنان هما بهم کفر، میگه دو گناه وجود دارد که به آنها کفر به آنها آلوده است. الطعن فی النسب و النیاحة علی الموتى. انسان کسی به نسب کسی طعن بزند، بگوید مثلا این فرزند مثلا اون فلانی نیست و او را از پدر خودش یعنی نفی کند. طعن زدن به نسب دیگران این کفر به آن آلوده هست و نوحه خوانی بر مردگان این به آن کفر است. این جاهلیتی که الان وجود دارد و این رافضیان انجام میدهند، به قول خمینی میگه ما هر چی داریم از محرم و سفر داریم، یعنی هیچی. پس اون چیزی که اونا دارند همش خرافات و بدعت است. یعنی در واقع با این لفظ میتونیم بفهمیم هیچی ندارن از دین خدا جز خرافات و بدعت، چون اون چیزی که در محرم و سفر هست
خرافات و بدعت و کفر و شرک و این هاست، چیز دیگری نیست. در محرم است مردم خود را در گل انداختند و گل به سر و سینه خود میزنند و نمیدونم قمه زنی میکنند و زنجیر زنی میکنند. این همش گناه کبیره است که کفر آلود است. گناه کبیره ای کفر آلود. این گناهان کبیره ای که کفر آلود هستند از دیگر گناهان کبیره بزرگتر هستند. در نتیجه امیدوار هستم خداوند متعال این ملت ما را به راه راست هدایت کند و این حاکمان ظالم و شیاد و جنایتکار را از سر این مردم، دست اینها را از سر مردم کوتاه کند، که امیدوار هستم سرنگونی آنان نزدیک است. یعنی امیدم به این هست که بالاخره اینها به آخر خود رسیدند، به بنبست رسیدند به لطف پروردگار. ان شاء الله از خداوند ذوالجلال میخواهم به خاطر قدرت و توان خود و قهر و غضب خود آنها را هر چیز زودتر نابود و سرنگون کند. همه شما را به خداوند بزرگ و ذوالجلال می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.